دیگه نیت رقم هم ده همین 6 متر را یعنی می رقم لباس ما بلدیخ جور کدومین بخشی ارسی خو یک تقسیمی از خود اینا لفظ خود خورم نه دامان چی می دامان چی کس از دو دامنیش هم ده دیگه دو منزلیشی گهی هم آستینیم اینا لی بالا تنیخ جدا کنم کمی دیل ارسیم خوشنه ارسیم یکنیش ارسیم ما همیشه مو او رخت کی ارسیم رو بس نکنم او کالایت ننو مثلا بسی سرخ رو چی خم جاری سرخ را؟ سرخ شما مطقم جور باش ما میره بلده کافی اینجا بکنم اکتا کلا پنجا بیا سری تاقرون داخمه گشت کامل شد استرای پیشی خان را جدا کن دیگه نینه دوستای عزیز یالی وتوکاری لباس تمام شد پارچه رو تو زدم دیگه بخشی بوریش آماده کردم دیگه نگفته نمونه دیگه ما میای ججیم رو که در غول خانه ورنم روز دیگه این میره ورنم بخشی مخصوص بخشی خیاطی سپاس شاو کست جمعونم مبروم چک میدیم قد نمبل نمیلم ساس فرداش پس مترقم میرم خانه جارو میزنم پس دوباره ججیم خوارنم خیاطی شروعنم دیگه یکان کس فکر کنه خدا خبر که آقای کس در قول خانه میچ خیاطی نه میچ تو میزنه خب چرچلی است دیگه او تنیه بخش شما ما میر صحبت کردم که شما که خیاطی دید یک چادر بزرگ یا یک ججیم نازک داشتید آور که زیر خیاطی خو که قدر خانه را خیلی رخت پاش منه دیگه قیچلی رخت نمیترقم تیکه تیکه مندگی نخ کل ده فرشا میچیز بگه یکان چیز آور نکنید سر میترم که ما اینجا یشتم این می 4 لایه پارچه را تا خرای از خد را ما کسته زیر بغل خوره زیر بغل اندازه گرفتم دیگه این میایش مهمه دیگه باز کسته بروشتون لباس آسوم شه بخششیم دیگه سر شانه خم دوم 3 سان پایینم دوم دیگه همهشی پارچه کس یکسانه مثلا 3 سان پایینم دوم الا مذب نخ میده بخی میترد چون میدره دیگه اینا کسته ما 3 سان پایینم دوم او دوم دا بخی حلقه گردو کسته وصل کدوم دیگه هم حلقه گردو یا پاس پوشته بسا دیگه اینا لی نمزین چه از وست اینمی خد را در نظر بگیرده نمزین چی تا اینجا را وسط نمزی خد را نمزین چی اینی تر گود کت بایرید دیگه قشنگ همی ترقم بیایب میا بخواستی که بیایب ما دیگه لباسایشم بیایب میا مهم اینمی بالاتنیشه دیگه بلندی القی آستین خما 20 سان گرفتم باز کسته نمید 10 سان را نمزین چی کسته اینید گود کده میرم تا اینجا را خطی وصل از نمشده این خطرم بخش جلو هستیم بخش جلو بالاتنه کمرش را اگر کسایی که ساسون نمیگره این میترکم اندازه کمر خر از اینجا تا اینجا رو بگیره نمیرکم خط بیزنه بروش کنه برکنه کسایی که ساسون میگره دیگه باید ساسون که وقتی که ساسون میگره به خود کسته اینجا کم منه جمع منه اینجا اگر ما یالم بروش دیم زیاد بروش نمیگره
باریک باید. روغنش کم کردی. خب دوستا دیگه نال ما قیچیش زدم دیگه. یه نالی قیچیش زدم، نال یک لایه زیر بلند منم میمینر که خط کشیدم بخشه جلوشی و پس دوباره برش میزنم. پس چرا 5 ماه شده بود؟ خب دوستای عزیز، یا ما می بلندی پالوی بلندی هم زال قیاستین را که ما 20 سان گرفتم. باز کسته اینجا را هم در نظر میگیریم که 20 سان ای طرفی مخره، باز ای طرفی چقدر مخره. ما یال کسته 20 سان را که ای رقم خط زدم، باز زیر بغل در نظر گرفتم. اینجا ما آستین خره که 25 سان گرفتم. از اینجا تا اینجا را 4 لایه پارچه را 25 سان گرفتم. 25 سان گرفتم کلن که 1 متر میشه دیگه. اینال ما آستین خرمی 25 سان را که برش میزنم. دور امزی حلقه آستین را بایلک میگره دیگه. متر فیکس متر مساوی در مایه دیگه. نه آستین اضافه میشه نه حلقه دور بازو اضافه مایه یا کم مایه. ایت رقم نمیشه. اینال میمینشی بخشش ما مگیم این میت رقم انجام بدید دیگه. ازی بهترتر که شما بلدید که شاید ازی بهترتر شما بلد باشید دیگه. ما خود من میت رقم استفاده نم دیگه. و فرزانه فرزانه پیش از دختری که زگزال انجام میدی هم لباس کسته تمیزتر کوک میشه، هم راحت دختری و زمان. دسته دیگه تا نقصا جارش زگزال کدوم دیگه. بقیهش هم این مرقم زگزال مونم یا دوربین متوقف کنم دیگه. دور دراز میشه. دوستای عزیز، از این تیکش که من داد اینجام دادم دیگه. اینالی شد کاملا مدل جدید دیگه. باز آلی آستر دور گردور بیدیم که کامل شنه. بعد نگاه کنیم که چی رقمه دیگه. شما بیننده باشید عزیزا. خب دوستای نازنین، لباس از ما کوک شده. باش که ما تا شما نشو بدیم که چی رقم آمده چی رقم نمده. دوستایش هم از مبارکه. ما این 6 متر این رقم لباس جور کدوم دیگه. اینیش هم از خودی ما اینه از خود خیلی این رقم جور کدوم بخاطر که پارچه از این رقمم زیاد نمند که ما بلدیق پاپیون میزدم. این رقمم ده دیگه. شما که دوست داشتید بلدیق جور کید دوستای عزیز. یعنی کاملا مدل جدیدم ده دیگه. نه دوستای عزیز، یا انداختم لباس را در روی زمین. میت رقم بلدش ویدیو میگرم دیگه. اونجی هنوز جای لباسی هم درست نکردم که میته خب سایه برابر و حوضو کنم که معلوم شنه. دوستا دیگه الماد روی زمیشتم دیگه. نیت رقم هم ده همی 6 متر را. یعنی می رقم لباس ما بلدیخ جور کدوم. این بخشی ارسیخ و یک رنگ سیتش ده دیگه. یعنی نیت رقم رسیده. بخشی از موقت مبارکه دان استینایشی هزی دامانی بزرگ نمده.
دوستای عزیز دیگه تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدارشین دیگه. خداحافظ عزیزان.